بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. بعد حمد خدا و درود و رحمت بی پایان بر روح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. الحال جوابی بعضی از سوال ها رو به طریق اختصار مختصرا جواب میتیم. خب سوال اول: السلام علیکم دانلوش نسخن. خب امام مسافر بود اما مردم مقیم نگفت پیش در آمد نماز خوند، یا اینکه در سه رکعت خیش بعد به یادش زد که مسافر هست. در این حالت نماز یا نماز مردم چی می شود؟ اصلا برای پیش در آمدن و مسافر قبل از نماز گفتنش چیزی نیامده است. مسافر آگاه کردنش در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد نماز آمده است که وقتی که نماز تمام شد در رکعت که خون سلام داد میگه اتیموا صلاتکم فانی قوم سفر، یا که اتیموا صلاتکم فانی مسافرون، نمازتون را تمام کنید که من مسافر هستم. این مسئله که برادر سوال داده است گفته است که مسافر فراموش کرده به جای در رکعت مثلا 4 تا خوند. اگر به جای 2 رکعت 4 رکعت نماز خوند، در اینجا همراهی مسافرایی که همراهش هستند نماز اونها درست می شود و نماز مردم قوم بدگی که مردم تهجا هستند مقیمی هستند نماز همه اونها فاسد می شود. باید که نماز مردم مقیم اثری نو کرده بخونند، به خاطر که اقتدای مفترض به متنفل درست نیست. مردم مقیم فرض میخونند و این مسافرها چی هستند که در رکعت اخیرش نفل است. فرض از قفای نفل اقتداش درست نمی شود. اگر مسافر 4 رکعت خون، نماز مردم مقیم همش فاسد میشه، باید که نماز اثری نو خونند. و همین خاطر است که اگر مردم مقیم از مردم مقیم کسی در نماز پیش داره بهتر است. لیکن اگر مسافری که باشد یگان اهل علم است، یگان شخصی که عمل صالح بسیار دارد، آدمی با تقوا و خوب است، در این صورت مسافر پیش بدراید. وقتی که در رکعت نماز خوند فرضیت از گردن ساقط میشه سلام که داد، مردم خیسته در رکعت دیگر هر که علاهیده و سیخدش میخوند. خب سوال دیگه گفته است مولا نکاح کرد اما مهر زن نپرسید، فراموش کرد از مهر گپ زند یا اینکه گپ نزد از مهر، در این حالت نکاحشون می شود یا نه؟ خب نکاحشون درست می شود. میگه صح نکاح بلا ذکر مهری. در مسائل فقهی هم بیان میکند که صحیح می شود نکاح به ذکر مهر. اگر مهر هم که ذکر نکند، همون دختر خودش راضی باشد، خانوادش راضی باشند، مهر هم که ذکر نکنند نکاح کنند می شود. یا همراهی نفی ذکر مهر، که مثلا دختر میگه که به من مهر لازم نیست، نفی کنه، اگر در این صورت هم نکاح درست می شود. و مهر 2 قسم می شود: مهر معجل و مهر مؤجل. مهر معجل همون مهری هسته که در حال همون مبلغ مثلا در همون عروس میبرن میتنی را مهر معجل میگن، یعنی که همون را در حال میتن. مهر معجل اونه که موقتی، مثلا که 6 ماه پس 1 سال پس میگه مهر میتیم، که در نکاح‌های پیشینه کتاب‌های پیشینه مهر بخشون میگفتن. امروز در زمان ما این چیز در کار نیست. میگفتن 300 تنگه بخاری سلسیو معجل سلسانیو معجل الا بقوی کو، یعنی که همه 300 تنگه بخاری قطع نکاح میکردن و 100 تنگهش پیشکی امروزه با گفتی همین مردم نلی چی 100 تنگهش میته و سلسانی او معجل 200 تنگه دیگهش در گردن همون مرد قرض میمونه. وقتی که عروس آوردن، عروس به خاندان شاه آمد، وقتی که مهر شکی همون باقی مونده شکی میبخشه، بعدا چی هست که باز صحیح میشه، بخشیدنش درست میشه. یعنی نکاح با همراهی نفی مهر یا که مهر هم که ذکر نکرده باشه نکاح درست میشه. خب دیگر گفته سوال: جین درون انسان در آمده میتونه یا از بیرون وسوسه میکنه؟ جوابش این طوری برادر. خب جینیات هست در سوره مبارکه ناس، ببینیم که اخیش میگه یوسوسو فی صدور الناس، وسوسه میکنه در سینه های مردم. یعنی خبتی بالا سینه است، از درون سینه بعدا چی هست که
قلب است، درون قلب باز چی است که فؤاد است، وسوسه میکنه در سینه های مردم. و البته که جین هم چی است، شیطان هم که در وجود یادم در آمده میتونه. و حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که این الشیطان یجری مجرى الدم، شیطان در مجرای دم انسان حرکت میکنه. مجرای دم همین وینه هایی که شاهرگی که در وجود انسان است، شیطان در همون حرکت میکنه. یعنی در وجود انسان هم جین در آمده میتونه. فقط قلعه هایی که از جن محافظت میشود، نمازی به جماعت است، تلاوت قرآن است، هر یک سنت رسول صلی الله علیه و سلم به جا آوردن است، سخن‌هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به طریق سنت در آمدن خانه، در برآمدن خانه، در خوردن، در پوشیدن، در همه وقتی که انسان به ذکر باشد، دیگر شیطان در او ضرر دادن نمیتونه. جین دیگر گفته است من در تتارستان کار میکنم، در جای کاری ما توالت آب شه، اگر بشینم به نماز میشوم و اگر راستا طهارت میشکنم، حالی من چی میشود؟ به احترام مخلص شما. در ضرورت درست میشود. البته که ما هم حدیثی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داریم، در بخاری هم حدیث وجود داره. حضرت حذیفه یمانی از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم راستا باول کردن. این حدیثی صحیح است. اما راستا باول کردن پیامبر بعد چی است؟ به ضرورت بود. اون محدثا بیان کردن که همون زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم راستا باول کردن، در اطراف چی است؟ مردم ها بودن، سبوتای قوم بود، جای موسیقی پرتوی مردم بود. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا که پایان میکرد مینشست، کشف عورت میشید. ستر عورت برای مرد چی است؟ فرض است پوشوندنش. مثلا از نو توضیح میدم، پوشوندن فرض است. نشستن و البته حاجت کردن این چی است که سنت است. اگه به خاطر که کشف عورت نشه راستو ایستادن. محدثان میگن دیم سببی که پیامبر صلی الله علیه و سلم راستو باول کردن، سبب همین بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وجع زهر، یعنی میان درد بودن. آنچنان میان پیامبر صلی الله علیه و سلم درد میکرد که نشستن نمیتونستی. این البته عذر میشود برای آدمی کسل که نشستن نتونه، برای او چی است؟ راستو هم رخصت است. و سیوم حالت همین حالتی که برادر گپ زده است، در حالتی که اگر بشینه همه لباسش به نماز میشه، جوی افلاس است. در این حالت هم اگر پیشاب راستا بکند، در ضرورت رخصت میشود. اگر ضرورت نباشه البته نشستن این چی است که بهتر است و ثواب نزدیک است. که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه را دید، گفت یا فلان گفت لا تبول قائما، ای فلانی گفت قائم راستا باول نکن، یعنی منع کردگی است. دیگر سلام استاد محترم، شما در یک برنامه تون گفته که کسی که هر روز قرآن میخواند در آتش دوزخ نمیسوزد. من هر روز 30-40 صفحه قرآن میخونم ولی معنوش نمیفهمم، آیا ثواب رو میگیرم؟ بله، قرآن خواندنش البته به یک حرفش 10 ثواب دارد و 10 البته که گناه انسان کوره میشود، خب ثوابی زیاد دارد. اگر قرآن معنوش فهمیده کسی بخونه البته ثواب زیادتر است، چون که تأثیری زیادتر است. وقتی که قرآن معنوش بفهمه البته که از معنای او خبردار می شود، آگاه می شود، بسیار تأثیری او هزاران بار زیاد می شود، بسیار مؤثر می شود. لیکن اگر معناش هم که ندانه همون قرآن بخونه انشاءالله ثواب می گیره. خب تا حد الامکان باید که مسلمان حرکت داشته باشه که قرآن هم بخونه و هم معناش بفهمه. دیگر گفته السلام علیکم، دنبال شیرین سخن، خواهری صاحب 2 فرزند را شوهرش به قتل رسانید، احوال اویلم و از مین است. التماس نصیحت بر اویلم کنید، شاید و نام نفس شما را میگیرم. التماس من در غریبیم، دست پا بسته حیرانم، فقط دعا میکنم و صبر، دیگر یکون کاری از دستم نمیاد. خواهش میکنم یک چند نصیحت برای ما نقل کنید. البته که مصیبت به سر بنده می آید، اما الله عزوجلال بیان میکند در قرآن که ما اصاب من مصیبتین الا باذن الله. هر مصیبتی که به سر بنده می آید این فقط و فقط به اذن پروردگار است. اگر خدا نخواهد به سر بنده هیچی نمی آید. همه چیز ما اصاب من مصیبتین الا، هر یک مصیبتی که به سر بنده میاد این به اذن پروردگار است.
حضرت خواجه حافظ شمس الدین حافظ شیراز میگه که گر رنج پیش توید دیگر راحت حکیم نسبت به غیر مکن که اینها خدا کند. خواه رنج میوید خواه راحت میوید، این چی است که شاید که امتحان پروردگار باشد برای بنده باید که داری صبر داشته باشد و شکر داشته باشد. اونقدر اذیت و آزاری که از مشرکا و منافقا بر پیامبر صلی الله علیه وسلم بر البته که اهل اصحاب رسیدن، وقتی که انسان تاریخ میخونه اذیتی اونها البته که خیلی خیلی زیاد بود، لیکن چیکار میکردن؟ صبر میکردن و شکر میکردن نعمت پروردگار. انشاءالله که وقتی که بنده شاکر باشد و صابر باشد، اجر را پروردگار چیکار میکند؟ البته که مضاعف عطا میکند. حتی همون انسان هایی که مصیبت زیاد دارند، بلاها و آفتهای زیاد به سرشون میاد، فردا روز قیامت اونایی که اهل عافیت بدن آرزو میکنن که کاش که ما هم به منزله اونها میشیدیم که تو که اجر پاداش زیاد میگرفتیم. دیگر گفته سوال من حمیده گفتن امام به ذمه جماعت میموند ربنا و لک الحمد گفتن یا بدن. البته که خیلی همین کتاب های ابتدایی که در مو شما هست میگه سمع الله را امام پردازد مقتدی ربنا لک آغازد. این به منزله امر معروف و نهی منکر است که امام میگه سمع الله لمن حمیده. سمع به معنای قبیله میآید. صاحب شرح الخواه میگه سمع الله لمن حمیده، قبیل الله قبول میکند پروردگار کسی را که به پروردگار حمد میگه. و مقتدی در جوابی چی میگه؟ ربنا و لک الحمد، یا که ربنا لک الحمد، پروردگارا حمد و سپاس و ستایش خاص برای توست. این گفتنش چی است؟ سنت است. هم سمی الله گفتن سنت است، هم ربنا لک الحمد هم گفتن سنت است. سمی الله برای امام است، ربنا لک الحمد برای مقتدی. دیگر گفته است که السلام علیکم دامنای عزیز، آیا همین خیلی گفتن درسته؟ استغفر الله العلی العظیم یا که نه؟ اینجا استغفر نوشته، این خیلی درست نیست. استغ حرف غین دیجه میاد، استغفر الله العلی العظیم، علی به عین میآید، علی العظیم صفت پروردگار است. استغفر الله خالی هم بگوی میشود. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگفتن که هر روز من 100 بار استغفر الله میگم. صحابه میگن که پیامبر صلی الله علیه وسلم قبل از نماز شام ما که نگاه میکردیم به چهره مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم 70 مراتب لبهای مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم میجنبید استغفر الله میگو. و حدیثی مبارک هم داریم که هر کسی که قبل از نمازشون بعد از عصر 70 مراتب استغفر الله بگوید، میگه که او شخصی است که سار کیوم ولدت امه، میگردد مثل شخصی که نو از مادرش تولد شده است، همونطور سهو و خطا و گناهاش بخشیده می شود. پس اکنون ما و شما بدانیم که وقتی که همونطور حبیب خدا صلی الله علیه و سلم که گناه نداشتند، پیامبران از گناه صغیره و کبیره معصوم هستند، با وجود گناه نداشتن که وقتی که 100 مراتب یا 70 مراتب استغفر الله میگو، پس برای ما و شما چی است که خیلی ضرور است که استغفر الله زیاد بگیم. که استغفر الله هر کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه زیاد بیان میکند، از تمام مشکلاتی که با او است همون مشکلاتش برداشته میشه. رزق او را الله ذوالجلال زیاد میکنه، مشکلاتش برداشته می شود، سهو و خطا و گناهش بخشیده می شود وقتی که بنده استغفار زیاد بگوید. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه صحابه جلیل القدر پیامبر صلی الله علیه و سلم که از جهت روایت زیاد حدیث هیچ کسی از صحابه و ابو هریره برابر نمی شود که حضرت همین قدر حدیث زیاد روایت کردن. هر روز دانه های خرما را جمع کردگی بدن، 1000 دانه را در یک خلطه، هر روز همون را 12 مراتب خالی میکردن پر میکردن. یعنی 12 مراتب این میشود چی است؟ 1000 دانه بود، 12000 بار استغفر الله میگفت. ببین در یک زمانی که
نه فسق و نه فساد و نه کنسرت و نه کازینو و نه جلب بازی و نه حرامی و وقتی که 12,000 بار استغفرالله که میگه در او زمان در زمان ما چی است که ضرورتر است که ما زیاد بگیم که سهو و خطا و گناه ما چی است که زیادتر است. خب دیگر پرسیده است که سوال آیا خداوند غیر از سیاره ما باز یگان سیاره که در آن انسان زندگی میکنند آفریده است؟ در این باب اختلاف از بعضی البته قولها هستند، انشاءالله اینا بعد شرح میتیم، ولی سوالای فقهی را جواب دیم. خب همین سوال هایی که بعدا می نویسین بعضیش بسیار قریب فهمیدش نمی شود، بسیار بیسوادانه نویسندگی هست، نمی فهمیش، هر چقدر چند بار میخونیش نمی فهمیش. بعدا سوال هایی را که ما جواب میگیم، اما سوال هایی را که جواب نمیگوییم بعضیش او سوال ها البته که به همون جواب گفتن هم ارزش ندارن، چندین مراتب 10 بار جوابشون نگفتم با می نویسن. خب السلام علیکم داملوی عزیز، وقتی که آدم را شیطان زند در این حالت، در حالت جنابت نام الله را گیرد یا اینکه الحمدلله گوید گناهگار می شود یا نه؟ نه، گناهگار نمی شود. در حالت جنابت، در حالت حیض، در حالت نفاس فقط قرآن گرفتن و خواندن چی است که منع است. از یاد خواندنش هم برای جنوبدگی چی است؟ منع است. اما ذکر کنه یگان ذکر نام خدا بگیرد، بسم الله بگوید یا الحمدلله بگوید یا یگان سبحان الله بگوید، اینا چی است؟ رخصت هستند. یا یگان دعا هم کنه رخصت است. فقط قرآن قپیدن و تلاوت کردنش منع است. اگر در حالتی که جنوب نباشد، پای بی طهارت باشد، در این صورت میتونه که تلاوت قرآن از یاد بکنه. اما قپیدن خواندنش الله عزوجلال در سوره واقعه بیان میکند ولا یمسه الا المطهرون، میسوس نکند، نقپد قرآن را مگر مطهرون. مطهرون چند نمود تفسیر کردن، ولی فقیه های ما، فقیه ها و بزرگایی که از ما و شما گذشتن همین را بیان کردن که پای بی طهارت قپیدنش از بی احترامی و مکروه است، چون که او سخن پروردگار است. دیگر گفته سلام داملوی شیرین سخن، ما در شهر مسکو در رایون سرگی پسد در مزار روسا در بالای قبرای مرده های اونا کفل میزنیم. اول هست گناه یا اینکه ممکن نیست میخوایم این را پورا فهمیم. برای من یک بار رفتم در دیلم وهم پیدا شد، دیگر نرفتم. میگن همونجا کارگرها که هیچی نمیکنن. خب در قبرستان البته اونها را چندین بود جواباش گفتگی هست، قبرهای او را کندن در قبرستانشون کار کردن. تا زمانی که شما بیکار هستین همونجا کار کنین رخصت هست، یکی حرکت کنین یک کار بیایی که با مسلمان لایق ارزنده تر باشه، برای مسلمان لایق ارزنده باشه. یک کار بیایی که همون کار البته که مسلمان باید که ننگ داشته باشد، ناموس داشته باشد، اگه به این درجه نه که دیگر قبری مثلا که او را مثلا که در اونجا کفی چینا در قبرستانی او کار کنن، او چی فضیلت درجه و منزلت داره که خیلی خدمت میکنیم. خب کاری افتن تو نمایش، وقتی که اون کاری بهتری افتیم کاری نبیگذاریم. السلام علیکم داملوی عزیز، ما 2 نفر در خارجه هستیم و میخوایم طالب علم شویم، ولی بیرون از تاجیکستان رفته خواندن میخواهیم و به خلق شریف تاجیکستان آمده خدمت کنیم و با ما مصلحت دید که به کدام دولت‌های خارجه رفته خونیم و برای طالب علم شدن ما بود چی کار کنیم. البته که طالب علم ها و خواندن علم گرفتن البته که بسیار خوب است. وقتی که انسان علم گرفت خاص به خاطر الله باشد، خاص به خاطری که در اسلام خدمت کند. اما اینجایی که بیان کرده است در خارجه این خیلی جای کشود و کلان و واسع است. ما نمیدونیم که شما در کجاش میخونین، چی میخونین، کدام علم میخونین، در اونجا چی شما را تعلیم میکنن، چی تربیت میکنن، میگین در اینجا چی خیلی خدمت میکنین، این ما نمیدونیم. برای همین شما را ما توصیه داده نمیتونیم. بهترش در همین علمایی که تاجیکستان هستند بهترین علما هستند. از همون حضرتایی که ولی الحال بعضش زنده نیستن، بعضش زنده هستند، علمای بهترین و خوبترین در همه جا هست در همه جا. خب اگر چندی که شما هم که در دیگر جا باشین، فقط چی هست که علم حاصل کردن، البته که قرآن و حدیث و فقه و
البته که صرف نحو بسیار از گراماتیک از همه علم ها خبر شدن خیلی که ضرور است، لیکن دعا کنین شبان روزا که خداوند علم نافع نصیب کنن، علمی که نفعش به مردم برسه، علمی نباشه که درد سری مردم شود. خب دیگر گفته است که سوال: من میتوانم که بیروزگی پدر و مادرم به یک زنی از شوهرش جدا شده نکاح کنم؟ من 20 ساله هم در روسیه قرار دارم. البته که پدر و مادر راضی بودنشون مویه خیر و برکت است. وقتی که پدر و مادر راضی باشد شما برکت میابین. شما 20 ساله هستین، وقتی که زنه که از شوهرش برآمده را شما میگیرین، شما ولی عاقبت آینده تون فکر نکردین که با همون دویم زندگی میکنین یا نمیکنین، یا در همون جا زندگی میکنین میگیریش در اینجا میای. ولی چند تا سوالای دیگر آمدگی است از زنها دخترها که در اینجا چند روز زندگی کردن پرتافتن برفتن روسیه. مثلا از دنبی او همسرش یا دنبی یک روز گفته است در اینجا دختری جوان نوزنین در خونه مانده است، بعضش میگه تو 4 سال تو 5 سال ماندگی هستیم. این خیلی ظلم و بیرحمی چی است که حرام است. شما به مصلحت یک کلانتر این کار بکنید. شما 20 ساله هستید ولی عقل شما پره نیست. مرد در 40 سالگیش عقلش پره می شود. کمال رجولیت در 40 سالگی است. پیامبران در 40 سالگی پیامبر شدگی هستند. اگه او را که شما میگیرین شاید که بعدا با پشیمان شین، شاید که پدر و مادرتون دعوا کنه که در تاجیکستان یا یگان دوشیزه پاکدامن خوب بگیر. شما چند طرفه میشین، برای همین خوب داری با فکر کنین، لیکن در حالت باشه که خوف زنا باشه، دیگر هیچ راهی نباشه، میلش اون دختره پدرش است، برادرش است، یک نفرش ولیش باشه رخصت بده، نکاحتون رخصت میشه، جایز میشه. در این باب باید خوب فکر کنین، چون که زندگی این کاری بازی و کاری مثلا هر لحظه عوض کردن نیست.